یکی از بزرگ‌های نامدار کشور بازار سلطان کبیر پایتخت این زمان مورد آتش‌سوزی قرار گرفت. بینای نوساخت نوبنیاد بازار سلطان کبیر با کمی آتش رفت و این زمان آمادگان ساختاری آتش خاموش کنی آتش را خاموش کرده ایستادند. سبب‌های سوختار هنوز هم معلوم نیست. تاجران می‌خواهند وارد بنا شوند تا مال و ملک خود را از آنجا برآورند، ولی این خیلی خطرزا است. از این رو نمایندگان مقامات با آنها اجازه نمیدهند که وارد بنای شوند که مورد آتش‌سوزی قرار گرفته است.